آقا عرض ادب، اومدیم یه جوال بقول مشتی بذاریم به سبک حاج احمد سلطان که میشه سبک تهران. کارو داشته باشیم. کارو داشته باشیم. خب مرحله بعدی دنبه گوسفندی رو اضافه میکنیم. بعد میریم سراغ دل جگر گوسفندی. خب این هم از دل جگر گوسفندیمون میره داخل. این هم به مدت 10 دقیقه سرخ مخصوص سلطان حاج احمد. این هم از مرحله آخرش میریم رو گوجه و فلفل کبابیش. این هم از ادویه‌اش. یه همه دیگه هم میزنیم.